سلام. خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 21 ینور من خیرومان بقازاده تقدیم میکنم. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن پرونده وکیل دفاع شهرت قدرتوف را رد کرد و گفت حکم 9 سال زندانی از جانب دادگاه بر پایه قانون‌های کشور صادر شده است. وکیل معروف منعقد حکومت اخیراً برای کشش دادن پاره به 9 سال زندان محکوم شد و این مرافعه را خود قدرتوف غیر منصفانه خواند. ضمناً در ملاقات امروزه با خبرنگاران مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان از طرح قانونی نو ادوکاتورا حمایت کردند که به اندیشه تحلیلگران در اصل فعالیت وکیلان دفاع را محدود می‌کند. با قول معاون اول وزیر عدلیه عبدالمنان خالقزاده فعالیت ادوکات‌ها با این قانون بهتر تنظیم شده هر 5 سال آنها از درس‌های تکمیل اختصاص می‌گذرند. یک مرتبه استاتوس می‌گیرن تمام با همین تو آخر کار می‌کنن فقط اگر ما طلبات های یگانه گفتم چیه که 5 سال هر 5 سال باید تکمیل اختصاص گذارد. شهردار قرغانتپه اعتراف کرد که مشکل بیکاری بعضی جوانها را برای جهاد به سوریه طیله می‌دهد. در این باره امیرالله اسدالله در یک نشست خبری روز 21 ینور اظهار نظر کرد و گفت که نبود مشغولیت و درآمد ثابت در بعضی حالت‌ها باعث به جنگ‌های خارجی رفتن ساکنان می‌شود. ضمناً امروز رئیس ناحیه باختر گفت که از این ناحیه 3 ساکن محلی در جنگ‌های ضد رژیم بشار اسد کشته شدند. به قول مقامات تاجیک 200 شهروند تاجیکستان در سوریه می‌جنگند. تاجیکستان در سال 2014 به خارج کشور 1 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است. به قول عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک تاجیکستان این مقدار برق اساساً به همسایه کشورهای افغانستان و قرقیزستان صادر شده است. در پاسخ به سبب صادر شدن برق در زمستان که خود ساکنان تاجیکستان در این موسم در شرایط لیمیت یا محدودیت به سر میبرند و گفت این کار به خاطر حفظ کارشایمه سیمچپ‌های برقی انجام داده می شود. از ماه اکتبر سر کرده تا ماه می برق فقط برای نگاه داشتن سیستم. خودتون خیلی که نظم میدونیتون اگر یگان خط برقی رو اگر همین روز گویند که در آنجا برق نیست اگر خاموش کنند پگاه روید نیمی چی میگود استونی برقی از اوگالاکوش دزده بردگی نیمی سیمش کنده بردگی و همچنین از جریان ساختمان گیس روغون یادآور شده گفت در این ابیکت کارهای عظیم ساختمانی جریان ندارد و مقامات تاجیکستان پیشنهادهای بانک جهانی در مورد ساختمان روغون را مورد آموزش قرار دادند. بخش آژانسی ضد کروپسیا در منطقه کلاب میگه تنها در طول 1 سال گذشته 21 کارمند امانت بانک برای از خودکنی پولهای این بانک بازداشت شدند. این حادثه ها در شعبه های ناحیه های شیرآباد، فرخار، تیمور ملیک، بلجوان و دفتری بانک در منطقه کلاب روی دادند. افراد بازداشت شده در قلابی و سوء استفاده از وظیفه عیبدار شدند. این مبلغایی که ضرر آورده شدگی بودن با پرگی برقرار کرده شدگی است فقط در همه منطقه کلاب موندگی از همین تو به حدود 497,750 سوم به طریق تفتیشاتی برقرار کرده شده و باقی مونده که مبلغایی که برقرار نشدن چون که در معرضه روبارت قرار شد برای چوراندیشی با عرضه دعوی به سود ارسال کرده شده. مقامات خراسان در پی نشر یک گزارش رادیوی آزادی درباره زندگی فقیرانه تنها خانواده روزتبار در این ناحیه دفعتاً به آنها کمک کردند. در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت الله سفرزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه خراسان گفت با سپارش رئیس ناحیه دولتگل احمدزاده به خانواده یلین چرکایکینه 51 ساله از روستای مهنت آباد ناحیه خراسان که تنها سرابان 10 فرزند بوده است ارد برنج، روغن و شکر و 400 سومانی پول نقد تقدیم شد. رئیس ناحیه از رادیوی آزادی تشکر کرده است که توجه مقامات را به شرایط ناگوار این خانواده جلب کرده است. و برای دریافت خبر و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.